زنی که داستانش میلیون ها نفر را به تخیل واداشت، روزی توی کافه ساده تنها با یه خودکار دفترچه رویاهاش رو مینوشت. جی کی رولینگ نه از دانشگاه معروفی فارغ التحصیل شده بود، نه سرمایه‌ای داشت. یه مادر تنها بی پول بود و فقط یه قلم و کاغذ در دست داشت و باور به داستانی که باید گفته بشه. همه ما تو مسیر زندگیمون شاید گاهی فکر کنیم که هیچی نداریم، در حالی که همیشه یه راهی برای موفقیت هست. تو این ویدیو نمیخوایم فقط زندگی نامه بگیم، میخوایم با هم 5 درسی رو مرور کنیم که رولینگ از دل سختی ها آموخت و باهاش دنیا رو تغییر داد. درسایی که شاید زندگی تو رو هم متحول کنه. رولینگ از 4 سالگی عاشق نوشتن شد. او متن کتابی رو نگاه کرد و سعی کرد مثل اون رو توی دفتر خودش کپی کنه و این باعث عشق او به نویسندگی شد. یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که یک فرد موفق داره این که عشق خودش رو توی زندگیش پیدا کنه. اون اعتقاد داره هر کسی یه دریاچه تو ذهنش داره، دریاچه‌ای پر از ایده هایی که میان و میرن. ایده ها خلق نمیشن، ایده ها کشف میشن. از این دریاچه پر از ایده هایی برای تو پرت میشه و تو باید این ایده ها رو مدیریت و بررسیشون کنی و آنها رو بالا پر بدی تا موفقیت بزرگی برسی. قبل از اینکه داستان هری پاتر رو بنویسه، جی کی رولینگ خودش میگه که من کلی داستان افتضاح نوشتم و داستانی که اصلا خوب نبودن. یعنی اینکه این خوبه که آدم داستان‌های افتضاحی بنویسه تا بتونه مراحل رشد و موفقیت خودش رو طی کنه. پس اول از همه باید اون داستان افتضاحی رو بنویسی و ازش درس بگیری تا بتونی اون داستان اصلی خودت رو بنویسی و به دستش بری. توی بخش از نویسندگی خودش میگه وقتی میخوام یک داستانی رو بنویسم تمام زندگی اون شخص مورد نظر خودمون مینویسم، گذشته‌اش، پدر و مادرش و تمام اتفاقایی که تو زندگیش باشه افتاده مینویسه. حتی اگر اون قسمتایی که نوشته رو توی داستان اصلیش نیاره، اما برای نزدیکی خودش و اون فرد و شخصیت یک داستان کامل داره طراحی میکنه. برای فردی مثل رولینگ تخیل بخشی از زندگیشه، نوشتن بخشی از زندگیشه و در هر جایی از راه پله‌ها تا زمان خواب، هر جایی که باشه ایده های خودش رو و نوشتن خودش رو ادامه میده. و برای یک فرد موفق این مسیری که میخواد ادامه بده در تمام زندگیش باید ادامه داشته باشه. از نظر جی کی رولینگ میگه همیشه انتهای داستان رو اول مینوشتم و بعد سراغ شروع داستان. برای کسی که میخواد موفق بشه باید اول بدونه به کجا میخواد برسه و بعد که فهمید به کجا میخواد برسه داستان رسیدن به اون پایان خودش رو باید بنویسه. ابتدا باید مسیر انتهای خودت رو مشخص کنی و بعد راه رسیدن به اون موفقیت خودت رو ترسیم کنی. برای نوشتن زندگیت اول بدون آخرش کجاست. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو رو دیدی. اگه دوست داری با داستان آدم‌های موفقیت راه موفقیت خودت رو پیدا کنی و بدونی باید از کجا شروع کنی و به کجا حرکت کنی، کانال رو سابسکرایب کن، ویدیو رو لایک کن، زنگوله رو هم بزن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی.